داری میفتی؟ اصلا اشکاری جالبه. نشون به ایرانیام کلا از کمپ و اینا خوششون میاد، چون هم ویواش خوبه هم تامنیلاش زیاده. تامنیلاش هم خفنه. یعنی انگار خارجی از ویدیوهای کمپ و ولاگ کمپ و جنگل و اینا چیز دیگه ای میخوان، چون تامنیلاشون خیلی با ما فرق داره. ویوهای خوبی هم میگیره، البته ویو خوبی هم داره خودش. ببخشید بگذاریم از قزوین راه افتادیم و رهسپار شدیم به سمت اتاقبر. یه جایی میشه اونورتر از لاهیجان و لنگرود لای کوها و برسیم به دوتا از دوستای قدیمیمون که توی ولاگ دریفت دیدینشون. هیچ وقت نتونستم با این مسخره بازیاشون ارتباط بگیرم، ولی بعدش رفتیم یه املت خیلی خوشمزه و چرب زدیم تا بتونیم با شکم سیر به مسیرمون ادامه بدیم. نیما سلام ری سلام آقا چی سلام ماشین رو بزنم زنم ماشین چی رو بزنم جلو در این یوتیوبره نهاری بزنیم بعد دیگه بریم بالا. چیزی که احتمالاً واسه همه ما تو زندگی روستایی خیلی لذت بخشه اینه که به جای اینکه دور و برتو نگاه کنی، ساختمون و ماشین و اینجور چیزا ببینی، هر چی که میبینی مربوط به طبیعت و زنده است. جایی که اومدیم دقیقا همون جاییه که قبل از اینکه هاردن بسوزه یه شب کمپ کردیم و مثل که اومدم با بولدزر تمام شنوماسی قسمت بردن. اتفاقی که هر سال توی شهرهای شمال کشور میفته اینه که کامیونا تو ساعتهای مختلف و تایم‌های از روز که هیچ نظارتی نیست میان و شنای رودخونه رو میبرن، در واقع یه جورایی به قاچاق شنوماسه معروفه و گند میزنن تو اکوسیستم و حالا ظاهر اون طبیعت یا هر چیز دیگه که مربوط به اون قسمته. قشنگ ریدن تو این یه تیکه ها، چقدر خوب بود اینجا. یا قشنگ ریدن تو این یه تیکه، خیلی قشنگ بود. پلن نهار میچینیم. از اونجایی که ما خیلی لفتش داده بودیم و ممکن بود به تاریکی بخوریم، بعد خیلی سریع مواد نهار رو اوکی میکردیم، یه نهار کوچیک میزدیم و راه میافتادیم به سمت کوه. و قبل از اینکه بخوایم بریم به سمت کوه، بعد مواد شاممون هم میخریدیم که یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد به جای اینکه کنسرو بخریم مواد پاستا بخریم ببریم بالا واسهتون پاستا درست کنم، که بهتون میگم چرا پیشنهاد بدی بود. چقدر ناز برش هوا دیگه داشت رو به تاریکی میرفت و خانم ها و آقایان، اون نوک کوهی که دارید میبینید لا ابراز جاییه که باید بریم. هرچی جلوتر میرفتیم شیب جاده بیشتر و درخت‌ها متراکم‌تر میشد که نشون میداد قرار مسیرمون بدجوری تاریک بشه. شیب زیاد بود پیاده شدیم، تلفن رفت خیلی زیاد آجی اینجا. این نکته رو گفتی که الان هوا داره تاریک میشه؟ هوا یه 2 ساعت دیگه تاریک میشه. حاجی هنوز شروع نکردیم. هنوز شروع نکردیم اینو بازی. اون نوکه نیما؟ اون نوکه همونقدر هست یا نه؟ آره همین نوکه، اصلا 10 دقیقه راه، برو تو بگم. خیلی شیب داره، بعد هنوز شروع نکردیم. هنوز جاده آسفالته. همین شیب 2 برابرش قرار از جنگل بریم بالا. اون دوتا رو نگاه کلن 40 کیلو سرجم وزنشونه، مثل بز کوهی دارن میرم بالا. ما دوتا حداقل 12 سیلن 4 لیتری. من تنفس طبیعیه صدای عرفان میاد که داره تقلا میکنه از یه شیبی بره بالا. فقط 3 دقیقه از راه رفتیم. هست آقا یکی فناگی چپ اینا خوشی میکشم کنم هسته نباش یه شیب تنده دیگه بذار یک بارش کن. تا آخرین نقطه امن ممکن با ماشین ادامه دادیم تا یه جا پارکش کنیم و به سمت کوه پیاده بریم. حاجی من تو این وضعیت هم جلوم کوله است،
پشت ما کوله. یکی از مشکلاتی که وسایل پاستا داشت این بود که نمیتونستیم تو کیفمون جاشون بدیم و بعد میگرفتیم دستمون میبردیم بالا و ما نمیدونستیم که دقیقاً چقدر راه. تو سخت این سفری که میگم تا رفتیم تاریکی اصلا ظلمات اصلا نتا ارفان چاقو داره هیچ گلمون داد وارد آفرود شدیم. کجای دقیقا؟ بالا اینجا میشه. بالا ماشین رو تو همون روستای پایین کوه پارک کردیم و مسیر خاکی که دیدی دقیقاً توی این نقطه است و یادم رفت بهتون بگم جایی که میریم یه امامزاده بالای کوهه ولی اینکه دقیقاً کجاست نمیدونم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین میتونین کانال رو سابسکرایب کنید. چند دقیقه است داریم میریم؟ 10 دقیقه تقریبا. نیم ساعت دیگه راه. فکر کلا نیم ساعت دیگه راهه. یه شانسی آوردیم هنوز درخت‌ها برگ نکردم ولی سری راهمون تاریک میشه. من که میگم همینجا کمپ کنیم. فقط 1 رو از راه رفتیم. 40 دقیقه دیگه تقریبا مونده. آمار قبلی غلط بود همش. والا آمار جدیدی هم که به دادن اشتباهه. با 40 دقیقه پیاده روی تازه میرسی به این نقطه از کوه و خیلی دیگه با امامزاده فاصله داری. خیلی دیگه. پشمام این خیلی تنده. از اولش همینو میگفت. از پمپ بنزین قزوین تو اینو گفتی این بدترین شیبه. بیا تا اینجا بشیم. بیام کمک. بشم نفس نمیزنی. یادم رفت معرفی کنم. وفاخان هستن از ابتدای مسیر با ما همراه شدن همینجوری. چقدر دیر راه داریم؟ 10 دقیقه یه رو اومدیم دیگه 40 دقیقه تقریبا راه داریم. نوید یه جوری تایم دقیق میده انگار 10 بار این مسیر اومده رفته. چند دقیقه میگه 40 دقیقه خودش به خاطر یوتیوب من که نبوده. اتفاقا به خاطر یوتیوب نه دیگه شما خواستید بیاید سفر تفریحی. یه دیسکو سفر من بده کار بعد مانیتایزینگ بیاد موتور سوپرا میندازم. قبول باشه شیبه تمام شده دیگه راحت میشه. سعید تو میتونی سعید یه یوتیوب به تو نیاز داره. یه کامیونیتی جهان دارن تو رو نگاه میکنن. چیه؟ بیا بیا سرتون پایین بیا سعید ماشاءالله. بچه ها نبی سعید فشارش افتاد داره قند بخوره. بخندین بهش شیب تموم شد تقریبا. یا تموم شد یا دیگه تمومه. فقط 2 تا دیگه هم میگیریم. 2 تا یواش یواش ساعت میشه. شیرین با وزن خودم 10 کیلویی هستم با اینو خودم. از اونجایی که 2 تا امامزاده تو این منطقه است بچه‌ها دارن بررسی میکنن ببینن دقیقاً کدوم امامزاده رو باید بریم. یکیش 10 دقیقه فاصله داره و اون یکی خیلی و معلوم نیست چقدر. نه داداش راه نیست که داشت اینجا دره میشه. تو از اینجا میخوای بری؟ حالا اینوری باید بریم. من میگم مسیر که راهش اونجا. همین رو بریم به نظر. خب اینو بریم. این پانسیون نمیگفت اصلا. ما اینجا چند تا محلی داشتن میرفتن ازشون پرسیدیم گفتن این کوهو میری رسیده اینجا میری چپ بعد روی قله‌اش امامزاده رو میری. ولی الان این آقا میگه من چند بار رفتم این مسیر رو باشه یعنی باید بریم سمت راست. اونی که اون گفت باید بریم سمت چپ. حالا اینجا ببین من فکتم اینه که ما اینجاییم اینوری امامزاده است اینم امامزاده که ما می‌خوایم بریم پانسی. این احتمالاً ما از لفظ امامزاده استفاده کردیم اسم نیاوردیم. احتمالاً این منظورش این امامزاده نورالدینه بود. یه امامزاده دیگر رو فکر کردم. ما گفتیم گفت امامزاده میرید گفتیم آره گفت خب اینوری باید برید. اسم نیاورد 2 تا امامزاده است اینجوریه. خب بهتره همون مسیری که نیما رفته. میگیم امامزاده پونسی یا پانسی. پونسی یا پانسی همین نیما. اسمش هم جالبه امامزاده پونسی. البته پونسی نوشته میشه معلومه نی پونسی خونده میشه یا پونسی یا پانسی. از این
پلیس جنگلی پلیس جنگلی این چه چوب دست نرینی ایه اونو ولش کن بابا داری میفتی میگه این به فنا زیاد به چوبت اطمینان نکن چوبه رو بگیر چوبه چوری بگیرم بشین زمین بشین بشین زمین درخت رو بگیر درخت رو بگیر اوکی دادا تطبیقی نمیشه اون مسیر رو بیا آقا داره رفته تاریک میشه خدا سر نخوری آروم بیا من مجبورم ساعت 4 رو 5 نگه دارم که بتونم تصویر بگیرم دیگه من چه لش در رفت داشتم حرف میزدم یه افتادی خودت به درک دوربینت متاسفم یه چرا بابا سینا مانیتایز شد بس میکنم همه بستن رو مانیتایز چنل یه ماشین و چرا قوه و بچه این ویدیو رو با این ویدیو منو به مانیتایز برسونید حاجی پلنگ اینجا بیاد بعد همونجا وایسی بخوردت من که سر میکنم میرم پایین به هر طرف بری دردناکتره کلی شاخه میره توت با تمام بیمزگی‌هایی که تو مسیر در می‌آوردیم و فکر می‌کردیم با مزه است تازه خیلی راه مونده هنوز توی فیزیک حالا این نوری که شما دارید می‌بینید رو اینجا نداریم خیلی تاریک‌تره نور واقعی که ما تو محیط داریم این نیست اینه حاجی کفشت اسکیه خیلی بده من اصلا شانسی برم میام برو بیام به طرف نه بابا خود پاهم داداش پاهات نابود میشه تا اونجا باد کشی رو میچسبه که اشبایی من آدم به این فکر میکنم حالا کسی همچین ارتفاع وسیله پاستا خریده ببره پاستا درست کنه خیلی کلفته البته خب آدم باید پاش وایسه مشخص بشه چقدر کلفته خیلی قدیمیه باز نمیشه بریم بچه بارون خیلی ریزم داره میاد نمیدونم بتونید ببینید یا نه مسیر هموار شد بالاخره سگه خور میکنه جرم نده یه وقت دیگه خیلی تاریک شده نور واقعی الان اینه بچه ها خیلی جلو افتادن خیلی فاصله دارم قطع کنم برسم بهشون نور رو به طور کامل از دست داده بودیم هوا داشت رفته سرد و سردتر میشد لباسامون خیس عرق آبی که واسه خوردن آورده بودیم داشت تموم میشد و بعد نگهش می‌داشتیم چون معلوم نبود اون بالا آبی واسه خوردن پیدا بشه بارون پودری که مدام میبارید هم مسیرمون رو لیز میکرد هم لباسامون رو خیس‌تر به خاطر شیبای تندی که سر را داشتیم عضلات پامون مدام قفل میکرد و بعد استراحت میکرد و در نهایت با نزدیک به 3 ساعت پیاده روی ما به مقصد رسیدیم رسیدیم بالا فعلا هیچی نیست فقط چیزایی هم که داریم میبینیم این است اینه اون تابلو هست یه کلبه اونجا سایی ببینید یه کلبه هم میبره خیلی اومدیم بالا خیلی قشنگ 2 ساعته داریم راه میریم بیشتر از 2 ساعت اومدیم بالا خوبه تجهیزاتی هست اینا رو چجوری آوردم بالا یه چاه نسبتا ترسناک هم اینجاست توش رو ببینیم امامزاده است لطفا داخل مسجد امامزاده با کفش وارد نشوید بالاخره رسیدیم سلام علیکم خوب هستین شما سلامت باشین سلام من بیشتر با شما کار ندارم با شما اتاق دیدم یه سلوات نمیدیم در بابا در ببند بسم الله الرحمن الرحیم امامزاده سید نورالدین فونسی با امامزاده دیگر خادمان فرق هیچ جا امکانات با ذکر صلوات نیست من این امکانات ضرب 8 سال درست کردم همه رو اینجا قلیون بان اسلحه شکاری هر چی در این اگه بیاردیم من اگه چیزی بیاردیم من دیگه خدا نکرد کرگوشتن بازی دارم با اینکه بهمون گفت اگه این چیزا رو آوردین بذارین وسط و ما بهش گفتیم که نیاوردیم کوله پشتیامون رو گشت که اصلا حرکت جالبی واسمون نبود
و چیزی هم دستگیرش نشد. بعد از اینکه خیالش راحت شد چیزی با خودمون نیاوردیم، کارت ملیمون رو گرفت و بهمون یه کلبه 5 نفره داد. کلبه است، یه دونه بخاری هیزومی اونجاست، پریزا اینا داره ولی خب نمیشه استفاده کرد چون برق امروز قطعه. یعنی موتور برق رو روشن کنم که مثل اینکه مشکلی هست. نورمون این نان لایت هست، ماشاءالله به نورش. یه چیز دیگه نیست دیگه، در دیوار با پتو پوشونده شده یه مقدار که گرم باشه، از درز و دوزا باد مستقیم نخوره. در چوبی داره، من پنجره. فکر میکنم سرما خورد. بچه‌ها رفتن هیزم بیارن. خیلی خستم چون روز قبلم 4 ساعت خوابیدم. کل مسیر رو 2 تا کوله پشتی با خودم آوردم. آبمون تقریبا تموم شده، خالیه. یه شیشه فکر کنم داریم با یه دونه آب گازدار. دستشویی. برای اینکه هم کلبه رو گرم کنیم هم غذا درست کنیم به چوب نیاز داشتیم تا بخاری هیزومی رو روشن کنیم. برای همین رفتیم تو جنگل تا چوب جمع کنیم. رد داده. بعد چنده؟ 9:15 باید هیزم جمع کنیم. تنابمون هم گم شده، نمیتونیم هیزم ها رو الان ببندیم. یه تیکه اینو شیدم خسته ای من گریم اشک چشم. با هزار بعد وقتی تونستیم آتیش رو روشن کنیم و بعد میرفتیم توی انبار تا ظرف مناسب واسه غذامون بیاریم. بالاخره بعد از کلی بدبختی و خستگی بالاخره آروم گرفتیم، تونستیم کلبه رو گرم کنیم، آب و جوش بیاریم و پاستا رو بالاخره سعی درست کنیم. نه واقعا ارتفاعات خیلی بالا پاستا در آورد. با خوردن غذا یه مقدار انرژی بهمون برگشت و دیگه سنگین شدیم که بگیریم بکپیم. صبح روز بعد اونجا یکی از قشنگترین جاهایی بود که دیده بودیم و این سفر یکی از به یاد ماندنی ترین سفرهای عمرم شد. هرچند اون آقای نذاشت بیشتر از 7 صبح بخوابیم ولی دیگه هیچی نمیتونست روزمون رو خراب کنه. با مسیری که طی کرده بودیم فهمیدیم که خیلی از مسیرهای سختی که فکر میکنیم سخته فقط فکر میکنیم که سخته. چی گفتم؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که کانالمو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و منو به دوستاتون معرفی کنید تا مانیتایز شم بتونم پول صفحه کلاج عرفان رو بدم.